پیام محمد رضا شاه از بهشت. سلام بر ملت ایران. دین و ایمانتان برقرار است، زندانها خالی شده، دیگر جوانهایتان را شکنجه نمی کنند. الان دیگر آب و برق مجانی است، بنزین لیتری 1 ریال بود، حالا بیشتر شده. همه چیز ارزان است، پول نفت به حسابتان می آید. هنوز هم بدون ویزا به آمریکا و اروپا سفر می کنید. دلار هنوز همان 7 ریال است. مشکل اعتیاد ریشه‌کن شده است. قبرستان که در زمان من پر شده بود الان دیگر خالی است. جوانها همگی شغل دارند. چند ورزشگاه همانند ورزشگاه آزادی برایتان ساختند. ماشین‌های اروپایی و آمریکایی درجه 1 سوار می‌شوید. اعراب منطقه هنوز هم از شما حساب می‌برند و هنوز هم آقای خلیج فارس هستید. ابهت و بزرگی سرزمین پارس را هنوز حفظ کردید. آری، حالا در تاریکی شب با همان نور شمع به دنبال دیو بگردید.